پدری داشتیم در کشور عزیزمان ایران که رنج‌ها کشیدند در آبادانی و رشد میهنمان. چون بود جوان و از خاندان پهلوی، همه میگفتند که باید باشد چون پدر، مقتدر و قوی. اما او متفاوت بود با پدر، هرچند آرزوهای پدر را داشت در سر. آرزو داشت که ایران باشد کشوری قوی، نیازش نباشد به بیگانه و اجنبی. از همان ابتدا پادشاه جوان ایران آغاز کرد اصلاحات را در کشورمان. با اصلاحات ارضی در روستاهای کشور، حقوق ارباب و کشاورز شد برابر. با دومین اصل انقلاب سپید ایران، جنگل و مراتع چون ثروتی ملی شد در کشورمان. با ایجاد سپاه بهداشت دانشجویان، خدمات بهداشتی بنا کرد برای روستاییان. ایجاد سپاه دانش هم بود یکی دیگر از خدمات پدر، که بهره‌مند شوند از سواد و دانش روستاییان کشور. برای رفع گرسنگی و رشد تحصیلی فرزندان، پدر تغذیه رایگان را سراسری کرد در مدارس ایران. آموزش و پرورش رایگان در مدارس ایران تحول چشمگیری ایجاد کرد در رشد تحصیلی فرزندان. در چهارمین اصل انقلاب سپید ایران، سهیم شدند کارگران در سود تولیداتشان. شرکت زنان در انتخابات و تحول فرهنگی در ایران قانونی بود که حمایت می‌کرد از رشد و آزادی بانوان. انقلاب اداری و آموزشی در ایران تحولی عظیم ایجاد کرد در رشد فرهنگ و ادبیات ایران. استخدام بانوان در تمامی مشاغل من جمله ارتش ایران نشانگر عدل اجتماعی بود میان زنان و مردان. تأسیس دانشگاه اصفهان، مشهد، شیراز و تهران آغاز پرورش متخصصین خودی بود و بی‌نیازی از بیگانگان. ساختن دهکده المپیک و استادیوم 100,000 نفری آریامهر ایران توجه عمیق پدر بود به ورزش و ورزشکاران. ساختن فرودگاه‌های بین‌المللی در شهرهای بزرگ ایران داد و ستد فرهنگی و اقتصادی بود با جهانیان. برگزاری جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایرانیان معرف قدرت و فرهنگ کهنمان بود به جهانیان. افزایش قدرت نظامی و پیشرفت ارتش ایران برای حفظ امنیت بود در مقابل بیگانگان. حضور نظامی در جزایر ابو موسی و تنب کوچک و بزرگ ایران کنترلی بود در منطقه برای حفظ منافع کشورمان. تغییر مبدأ تاریخ ایران از هجرت محمد از مکه به مدینه به آغاز سلطنت کوروش بزرگ و پیوندمان با تاریخ دیرین. طرح اوپک اتحادیه صادرکنندگان نفت در آن دوران سودی نداشت برای بیگانه و شده بود دردسر برایشان، که افسوس و صد افسوس به نام آزادی سیاسی و دین ویران گشت خانه با دسیسه بیگانه و خائنین. حال می‌فهمیم که پدر چه می‌گفت در آن دوران
که آزادی سیاسی ندارد ارجحیت بر رشد اقتصادی و فرهنگی میهنمان. کشوری که باشد اقتصاد و فرهنگش قوی، از دسیسه دشمن خائن می شود تهی. پس از سالها سختی و رنج و درد در میهن، دریافتیم آنچه پدر می گفت از خائنین به سرخ و سیاه اهریمن. آری پدر یافتیم امروز علت سخنهای گوهربار دیروز. سجده بر خاکت که ای کاش درک امروز را می داشتیم دیروز. امروز ما فرزندان ایران چون شیر پرچممان، ایستاده ایم در مقابل دشمنان تا که آزاد کنیم میهنمان. به خواب آرام ای پدر خردمند و عزیز ایران، می درخشد تا ابد نامت در تاریخ میهنمان.